رسول اکرم وقتی بالای کوه مدینه برآمد و سوی اصحاب خود میگه فریاد زد، گفت ای اصحاب، گفت بالای امت من گفت فتنه مثل باران میبارد. چنان فتنه میبارد که از تیزی باران هم دیده فتنه را زیادتر میشود. حضرت ابو بیان دارد این چی شوری است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این چی شد؟ این چی گردش ایامی هست که پیغمبر خدا بر ما خبر داد که در تمام منطقه، در تمام شهر، در تمام ممالک این شور و این فتور و این نافهمی ها پیدا شد. این چی شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر میبینم.